رمضان أهلا بك رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا 40 حدیث نبوی در فضیلت رمضان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از عبداللوح ابن عباس خداوند از آنها راضی باد ریوایت است که پایامبر اکرم صللاللهو علیه و سلم فرمودند عمره نمودن در ماه رمضان سوابی ҳаҷро دارد. ادای عمره سنتی پیامبر صللاللهو علیه و سلم می باشد. عمره عبارت از احرام، طواف کعبه، سعی بین صفا و مروه و تراشیدن موی سر می باشد. ادای عمره تا ادای عمره دیگر پوشاننده گناهان صغیره می گردد. اما اگر ادای عمره در ماه مبارک رمضان باشد، ثوابش بیشتر و برابر به ثواب حج است. ولی با انجام دادن عمره حج فرضی ساقط نمی گردد. عدت لنا رمضان وبقربه عم الأمان